این یه 2x2 عادیه، ولی این 2x2 با 2x2 معمولی فرق داره. اما از چه لحاظ؟ ما وقتی بخوایم روی یه دونه روبیک 2x2 این زیباسازی که روی این روبیک 3x3 رو میزنیم رو انجام بدیم، همیشه یه ور، یعنی 2 تا رنگ روبروی هم خراب میمونه. اما نه، این روبیک تمام مهراش باز شده، از هم جدا شده و دوباره به هم وصل شده به روش‌های دیگه. من این پیچ رو باز کردم، رنگ ها رو از هم جدا کردم و دوباره به هم وصل کردم تا بتونم همچین روبیکی رو بسازم. این روبیک اینطوریه که اگه همش حرکات 2 تایی رو روش تکرار کنی هیچ وقت خراب نمیشه و همینطوری تا ابد میمونه. اما وقتی خراب میشه درست کردنش از یه 2x2 خیلی سخت‌تره و حتی میتونه اندازه یه 3x3 سخت باشه یا شاید هم بیشتر، چون که شما باید 2 تا رنگ قرینه رو درست کنید. یعنی اگه اینجا آبیه اینجا نمیتونه آبی باشه، حتما باید اینجا سبز باشه و روبروی این سبز هم باید سبز باشه تا بتونید این روبیک رو درست کنید.